فکر کردی تولد بچه‌ها با تم ونزدی تموم شد؟ کور خوندی، فصل 2 چند روز دیگه شروع میشه. بریم ببینیم بازیگرا تو پریمیرش چیا پوشیده بودن. جنا اورتگا این لباس از جنس لاتکس با طرح پوست مار رو تنش کرده. فوق‌العاده است این لباس، خاصه، مشابهش رو هیچ جا ندیدیم. گریمش و موهاش هم خیلی قشنگه، این گرهی که خورده و گردنش رو نگاه کنین، قشنگ انگار پوست ماری، یه ماری پوست انداخته این لباسش رو رفته پوشیده. فوق‌العاده است. از اشی استودیو هستش. بازیگر نقش مامانش کاترین زتا جونز این لباس رو پوشیده از استفان رولن. لباسش خوبه ولی من از این برند لباسای خیلی خاص‌تر و آرتیستیک‌تری دیده بودم، ولی خوبه. دوتا هم بازی جنا اورتگا جفتشون لباسی که پوشیدن از الکساندر مک‌کوین هستش. تو رانوی اصلی این لباس مشکی بوده، قرمزش رو پوشیده و به نظرم کفشاش به اندازه کافی خوشگل نیست برای این لباس. این یکی لباس هم به نظرم پرفکته، یه بافت سه‌بعدی روش داره که برای مردان ماه چجوری اینو تو فضای باز پوشیده خودم میدونه. لباس این خانم به نظرم خیلی خوشگله. لباس این خانم به نظرم ساده است، اونقدی خاص نیست. این آقا لباسش به نظرم قشنگه، یه تلاش هایی توش دیده میشه. و این یکی لباس خود جنا اورتگا که از ویویان وست‌وود هست رو با وجود اینکه اون برند رو دوست دارن از خود لباس اصلا خوشم نمیاد. و اینکه مقایسه کرده بودن استایل قبلا این 3 نفر رو و استایل جدیدشون رو و گفته بودن همنشینی با لیدی گاگا تو فصل 2 باعث شده اینا خوشتیپ بشن.